فاطمه و زهرا افسران پلیس سیاحی هستند. در شهر باستانی سمرقند امنیت مهمانان را تامین و مهمان نوازی کشور را ترغیب می کنند. ما دانشگاه زبان‌های خارجی سمرقند را ختم کردیم. زبان‌های انگلیسی، روسی، ازبکی، فارسی و ژاپنی را می‌دانیم. ترکی را نیست. بعد مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری خودکامه در سال 2016 ازبکستان کشوری بازتر شد. با 7 کشور از جمله ژاپن و اسرائیل نظام بی‌روادی جاری کرد. تعداد سیاحان در سال 2017 25% افزوده است. البته برای سیاحان درهای باز باید داشته باشیم که بیایند و خود را مثل خواهر و برادران ما احساس کنند. ما سیاحان را دوست می‌داریم. وقتی می‌آیند خرسند می‌شویم. سال گذشته 2.5 میلیون سیاح به ازبکستان آمدند. با گفته بعضی تحلیلگران در صورت سیاستی درهای باز تعداد سیاحان ممکن است 5 مرتبه بیفزاید. تا کنون روادید با 7 کشور را برداشتند. 30 یا 40 کشور دیگر است که سیاحان آماده سفر به ازبکستان دارند و می توانند به این فهرست وارد شوند. اگر به آنها نیز حق سفر بی روادید بدهیم برای رشد سیاحی بسیار کمک می کند. آمدن سیاحان به ازبکستان البته دستاورد اسلام کریموف نیست، اما مجمع یادگاری او در سمرقند یک جای دیگر برای دیدن سیاحان است.